3 نفر در جامعه اسلامی اگر دست به دست هم بدهند جامعه متحول خواهد شد و دنیا فتح خواهد شد. علم عالم، قدرت حاکم، مال تاجر. علم عالم، اگر خدا به عالم برکت بدهد که علمش به مردم برسد و به خودش هم برسد، دنیا بیدار می شود، دنیا آگاه می شود، دنیا خداپرست می شود. اگر خدا در کنار عالم یک تاجر ربانی هم قرار بدهد که هرچی عالم گفت نگذاره که حرف عالمش و رهبرش به زمین بیفته، جان و مال و فدا بکنه، مثل عبدالرحمن ابن عوف و عمر ابن الخطاب و عثمان ذی النورین و ابوبکر الصدیق رضی الله عنهم اجمعین که هرچی گفتن گذاشتن. علم عالم، مال تاجر. کلمه تاجر 4 حرف است: ت، الف، جیم، ر. ت تاجر تقوا، تاجر باید با تقوا باشد. الف تاجر امانت، تاجر باید با امانت باشد. جیم تاجر جرأت، هم جرأت سرمایه گذاری و هم جرأت خرج کردن به خاطر خدا. کسی که جرأت ندارد هی می شمارد 1000 تومان 1000 تومان، وقتی رهبرش میگه خیر بکن که اسلام در خطر است، میره خانه فکرم بکنم به درد نمیخورد. جرأت خرج کردن. و ری تاجر یعنی چی؟ رحیم بودن تاجر به فقرا و ایتام و مشکلات اجتماعی. از زمانی که تجار ما رحم و شفقت از دلشون رفت، خیر و برکت هم از جامعه اسلامی رفت. علم عالم کافی نیست، مال تاجرم باید باشه. ت تقوا، الف امانت، جیم جرأت، ر رحمت. تاجر باید رحم بکنه به جامعه و نیازهای جامعه. خدا بهش داده که رحم بکنه اگر میخواد که رحم بشود. حوزه مکی امانتی است در گردن تجار زاهدان و بلوچستان بالاخص. وقتی دولت مردان صلیبی و مؤسسه های صلیبی در یک سال 2001 280 میلیارد دلار خرج میکنن که مسلمانان رو مسیحی بکنن، شما کجایید؟ وقتی علم عالم و مال تاجر در کنارشم قدرت حاکم اسلامی و دولت مرد اسلام در کنارش جمع می شود، مثل قدرت امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله عنه، اسلام به همه جا می رسد. این فقها و این علما سخاوت داشتن، تجارم سخاوت داشتن، حاکم وقتم قدرت داشت و قدرتش رو سخاوت کرد، بخشید برای پیشرفت اسلام. عالم با علم سخاوت می کند، تاجر با مال سخاوت می کند، حاکم با قدرت حکومتی سخاوت می کند. هر سه تا یک شراب دارند. بازار می تواند یک پایگاه دینی باشد اگر بازاری های ما مؤمن و متدین باشند. این حوزه به چی می چرخد؟ به توان تاجر مخلص بازاری. بعضی تجار من دیدم که فقرا رو کور میکنن، فقرا رو کور میکنن. فقیر متکبرم دیدیم. من در حرم مدینه وقتی بودم اونجا، یک تاجر آفریقایی بود، اصلیتش آفریقایی، حافظ کل قرآن بود، دیسک کمرم داشت، یک عصایی داشت، 5 تا هندی و پاکستانی کرایه کرده بود، خدمتگزارش بودن. سفره انداخته بود چند متر، انواع غذاها اونجا گذاشته بود. اینها رو فرستاده بود، خودش قرآن از بر میخواند. اینها در حرم ایستاده بودن، فقط چه مردم می آوردن سر سفره افطاری این آقا. در کنارش دیده بودم که یک سیاه آفریقایی این طرف گذاشته، یک پیرمرد فقیر بنگلادشی این طرف گذاشته. تا گفت الله اکبر موز پوست میکنه، دست این سیاه میدهد.
موز پوست میکنه دست این بنگالی فقیر میدهد، میگه بخور هنیئا، مال خداست مال من نیست. بعضی هم وقتی به مال میرسن نه که خودشون خدا رو فراموش میکنن. فخسفنا به و بداره الارض